توجه داشته باشید که هسته‌ها حدود 100,000 بار کوچکتر از اتم‌هایی هستند که در آنها قرار دارند. اگر ما تمام فضای مرده داخل اتم‌هایمان را از دست بدهیم، هر کدام از ما قادر خواهیم بود در ذره از غبار جای بگیریم و این یعنی کل نژاد بشر در حجم یک حبه قند جای می‌گیرد.